سلام به دانشجویان عزیز، حالتون چطوره؟ من خوبم. امروز درس دوم الفبا رو با هم میخونیم. حروف الفبا 2. جلسه قبل مصوت ها رو خوندیم. ا، ای، او، آ، ای، او. امروز میخواییم 2 مصوت رو با همدیگه بخونیم. اولیش ا. به این 2 شکل نوشته میشه. به این 2 شکلی که میبینید نوشته میشه. مثل ابر، اسب، انار، من، برگ، برف، دریا، آتش، یا آتیش. داخل پرانتز شکل گفتاری و غیر رسمیه. دست. میبینیم در همه این کلمات صدای ا میده. صدای ا. ابر، اسب، انار، من، برگ، برف، دریا، آتش، دست. صفحه 7. مصوت ا 4 تا شکل داره. مثل استکان، اسکی، کتاب، مداد، خانه، خونه، مدرسه، میوه، قطره، پرده. صفحه 8 تمرین کنید. با توجه به تصویر حرف جا افتاده رو بنویسید. ابر، انار، استکان، قطره، برف، میوه. صفحه 6 حالا با من تکرار کنید. ابر، اسب، انار، من، برگ، برف، دریا، آتش، دست. صفحه 7 تکرار کنید. استکان، اسکی، کتاب، مداد، خانه، خونه، مدرسه، میوه، قطره، پرده. خب این درس دوم الفبای فارسی بود. امیدوارم که لذت برده باشین. خدا نگهدار.